از پدر آسمانی خود بخواهید. آیا می توانید لحظه‌های مکث کرده و تأمل کنید؟ تأمل کنید در این حقیقت که خدا بی‌نهایت قادر است و هر آنچه بخواد انجام می دهد. اینکه خدا بی‌نهایت عادل است و تنها آنچه را که درست است به انجام می رساند. اینکه خدا بی‌نهایت نیکوست و بنابراین هر کاری که می کند نیکوست. اینکه خدا بی‌نهایت حکیم است، پس به طور کامل می داند چه چیزی نیکو و چه چیزی درست است. و اینکه خدا بی‌نهایت پرمحبت است، به طوری که تمام قدرت، عدالت، نیکویی و حکمت او در کار است تا شادی عزیزانش را برای همیشه به بالاترین حد ممکن برساند. وقتی لحظه‌هایی درنگ می‌کنید و می‌بینید که همین خدا سخاوتمندانه شما را دعوت می‌کند تا بیایید و از او درخواست کنید، با این وعده که به کسانی که از او بخواند، چیزهای نیکو خواهد بخشید، این حقیقت واقعاً نفسگیر است. این همچنین بدان معناست که یکی از تراژدی‌های وصف‌ناپذیر و جاری در کلیسا این است، تمایل بسیار کمی به دعا وجود دارد. تقریباً هر چیزی می‌تواند ما را از دعا دور کند. انگار خدا باشکوه‌ترین و سخاوتمندانه‌ترین ضیافت قابل تصور را برپا کرده، دعوتنامه‌های رایگان برای آمدن و خوردن فرستاده و ما در پاسخ گفته‌ایم من زمینی خریده‌ام و باید برم آن را ببینم. من 5 جفت گاو خریده‌ام و باید اول آنها را بیازمایم. من تازه ازدواج کردم و نمیتوانم بیایم. شگفت‌انگیز است. بنابراین دعای من اکنون در آغاز این سال جدید این است که خدا این پیام را، این کلام از کتاب مقدس که از دهان خداوند ما عیسی جاری شد بردارد و آن را همراه با چیزهای دیگری که در زندگی شما پیش خواهد آورد به کار گیرد تا در کلیسای ما یک تمایل بی‌سابقه به دعا را بیدار کند. تمایلی که از درون ما بجوشد، نه اینکه از بیرون به ما تحمیل شود که بهتر است این کار را انجام دهید، بلکه یک اشتیاق قوی و مقاومت ناپذیر برای دعا که از اعماق وجودمان سرچشمه می‌گیرد. این دعای من است، پس بیایید سرهای خود را خم کنیم. پدر، این همون مقصدی است که می‌خواهم این پیام به آن برسد. این همون چیزی است که مشتاق ما در تمام اجتماعات کلیساییمان در این آخر هفته و در ادامه در سال جدید تجربه کنیم. خداوندا، از تو می‌خواهم که لطفاً این را عطا کنی که از درون ما یک تمایل قوی و قانع کننده برای دعا بجوشد، چه به صورت فردی در خلوت خود، در اتومبیل‌هایمان و در محل کارمان و چه به عنوان خانواده، به صورت گروهی در گروه‌های کوچک و جلسات دعا در کلیسا. خداوندا، از تو تمنا می‌کنم که اجازه ندهی این کلمات بی‌ثمر باشند. از تو عاجزانه می‌خواهم همانطور که زکریا وعده داد که در ایام آخر خواهی کرد، روح دعا و تضرع را، روح دعا و طلب رحمت را بر ما فرو بریزی. آن روح را بر کلیسای ما بریز، در نام عیسی می‌طلبم. آمین. بسیار خوب، رویکرد ما این است. من در این کلام عیسی در انجیل متی، باب 7، آیات 7 تا 11، 8 تشویق برای دعا می‌بینم. بله، 8 تشویق. و می‌خواهم شما را قدم به قدم همراهی کنم و در متن کلام به شما نشان دهم که چگونه عیسی میگه بیایید و دعا کنید، بیایید و دعا کنید، به پدر من دعا کنید، به پدر من دعا کنید. اینها 8 تشویق برای دعا هستند. و امیدوارم که تأثیر فزاینده آنها این گونه باشد که اگر تشویق اول شما را بیدار نکند، دومی هیزمی بر آتش اضافه کند. اگر دومی بیدار نکند، سومی هیزمی بر آتش اضافه کند. اگر سومی بیدار نکند، چهارمی هیزمی بر آتش اضافه کند. اگر چهارمی بیدار نکند، پنجمی هیزمی بر آتش اضافه کند و به همین ترتیب ادامه یابد. و امیدوارم تا زمانی که به تشویق 8 میرسیم، اون شعله به اندازه کافی در درونتان زبانه کشیده باشد. و با خود بگویید، بسیار خوب عیسی، فهمیدم تو از من میخوایی که دعا کنم. بله، این چیز عظیمی است که تو برای من مهیا کرده ای. این مرحله اول است. مرحله دوم که در پایان پیام به طور خلاصه به آن میپردازیم، این است که این سوال را بپرسیم، پس این وعده ها واقعاً چه معنایی دارند؟ بخواهید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. این دریافت کردن و پیدا کردن و باز شدن در یعنی چه؟ آیا به چیزی که میخواهم میرسم یا نه؟ مقصدمان همین است. تشویق اول از 8 تشویق. او 3 بار ما را به دعا دعوت می کند. یا اگر مایل باشید این رو نه به عنوان یک بار سنگین، بلکه با نگاهی پر از محبت بشنوید، می توان گفت که او 3 بار به ما فرمان می دهد که دعا کنیم. اول، بخواهید که به شما داده خواهد شد. دوم، بجویید که خواهید یافت.
سوم بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. و سپس او این وعده ها را این گونه تکرار می کند، زیرا هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید می یابد و هر که بکوبد در به رویش گشوده خواهد شد. و من فکر می کنم منظور او از این تکرارها، یعنی بخواهید، بجویید، بکوبید، یک تاکید جدی است. او واقعاً می خواهد که ما این کار را انجام دهیم. من این را به شما پیشکش می کنم. آنچه را نیاز دارید از پدرتان بخواهید. برای کمکی که نیاز دارید، پدرتان را بجویید. دری را بکوبید که در پشت آن، کمکی را که از خدا نیاز دارید، خواهید یافت. من شما را 3 بار دعوت می کنم. من واقعاً می خواهم که شما از این امر لذت ببرید. فکر می کنم به همین دلیل است که او فقط نگفت بخواهید، بلکه گفت بجویید و همچنین بکوبید. 3 بار تکرار می کند تا بگوید، من واقعاً در این مورد جدی هستم، می خواهم شما از این فیض بهره مند شوید. تشویق دوم، حتی بهتر و شگفت‌انگیزتر از 3 دعوت به دعا، 7 وعده است که در این متن وجود دارد، مبنی بر این که او با چیزهای نیکو پاسخ خواهد داد. آیات 7 و 8، 6 مورد از آنها را در خود دارند و آیه 11، 7مین وعده را بیان می کند. بیایید آن را بخوانیم. بخواهید و وعده شماره 1 به شما داده خواهد شد. بجویید و وعده شماره 2 خواهید یافت. بکوبید و وعده شماره 3 در به روی شما باز خواهد شد. 4، هر که بخواهد وعده شماره 4 به دست می آورد. و کسی که می جوید وعده شماره 5 می یابد. و برای کسی که می کوبد وعده شماره 6 در به رویش باز خواهد شد. و وعده 7 در آیه 11 آمده است. در پایان آیه می گوید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است، چیزهای نیکو به کسانی که از او بخواهند خواهد بخشید. بنابراین 7 وعده داریم. به شما داده خواهد شد، شما خواهید یافت، در به رویتان باز خواهد شد، آن که می خواهد به دست می آورد، آن که می جوید پیدا می کند، برای آن که می کوبد در باز می شود، و پدرتان به شما چیزهای نیکو خواهد بخشید. این مجموعهای سخاوتمندانه از وعده هاست. این فهرستی است که با تأکید فراوان بیان شده و قطعاً نکته این است، آیا لطفاً از جانب خداوند عیسی تشویق نمی شوید که دعا کنید؟ این خود خداوند عیسی است که از دهان من با شما سخن می گوید. من از شما می خواهم که دعا کنید. من چیزهایی برای شما دارم. من به شما یک وعده هفتگانه می دهم. به زانو درآیید و برای نیازهایتان نزد من التماس کنید. و من با چیزهای نیکو به شما پاسخ خواهم داد. پس برای دعا کردن تشویق شوید. در این سال جدید پیوسته دعا کنید، مرتب دعا کنید و با اطمینان دعا کنید. این تشویق دوم بود. تشویق سوم، عیسی ما را به دعا تشویق می‌کند، نه فقط با دعوت‌ها و نه فقط با وعده‌ها مبنی بر این که می‌شنود و با چیزهای نیکو پاسخ می‌دهد، بلکه همچنین با گفتن این مطلب که او، یعنی خدا پدرش و پدر شما، در سطوح مختلفی از دسترسی یافت خواهد شد. من در تلاشم تا به این نکته پی ببرم که چرا او این 3 کلمه را در اینجا انتخاب کرد: خواستن، جستجو کردن و کوبیدن. تا به حال به این موضوع فکر کرده اید؟ چرا این 3 کلمه؟ ماجرای این 3 کلمه چیست؟ نظر من این است که چرا او به جای تکرار یک کلمه، مثلا بخواهید، از 3 کلمه متفاوت بخواهید، بجویید، بکوبید استفاده کرده است. تصور کنید شما فرزندی هستید که پدری دارید و نیازی دارید و با پدرتان در یک خانه هستید. 3 راه وجود دارد که ممکن است از او درخواست کنید. اگر او درست در کنار شما ایستاده باشد، به عبارت دیگر، اگر حضور او را به وضوح و بدون هیچ مانعی احساس کنید، خیلی ساده میگویید: بابا، ممکن است به من کمک کنید. اما فرض کنید او در اتاق نیست و شما مطمئن نیستید کجای خانه است و به کمکش نیاز دارید. در این صورت میروید تا او را پیدا کنید، او را میجویید و وقتی پیدایش کردید، میگویید: ممکن است به من کمک کنید. اما اگر بروید او را پیدا کنید و ببینید که در بسته است، چه؟ او در اتاق خواب مشغول صحبت با مادر است، یا شاید صدای خار و پاف او را میشنوید یا هر چیز دیگری. او پشت در است. این متن میگوید اشکالی ندارد، در بزن. ادامه بده. او در اتاق کارش است. بابا در اتاق مطالعه‌اش است. تپ تپ تپ. او میگوید بیا تو. و شما میگویید: بابا، ممکن است به من کمک کنی. بنابراین من فکر میکنم نکته این است و شاید نکات دیگری هم وجود داشته باشد، اما فکر میکنم نکته اصلی این است که ما خدا را در تمام سطوح حضور تجربه میکنیم.
برخی از شما همین الان احساس می‌کنید که او بسیار نزدیک است. گویی همینجاست. تجربه پرستش باشگویی داشتید و احساس می‌کنید واقعاً در حال قدم زدن با او هستید. الان رابطه‌تان با خدا خوب است. برای برخی دیگر او حاضر نیست. و برای بسیاری از شما گویی یک در فولادی در مقابلتان قرار دارد. پس من فکر می‌کنم این روش ایسی برای گفتن به هر شخص است که در هر سطحی از دسترسی به خدا که در حال حاضر هستی شما را به جلو سوق دهد و بگه بیا. اگر او درست در کنار توست از او بخواه. اگر باید به دنبالش بگردی برو بگرد. او را پیدا کن. او آنجا خواهد بود. و اگر باید از یک در فولادی عبور کنی در بزن. او می‌تواند درهای فولادی را از داخل باز کند. او می‌تواند هر دری را باز کند. و باز خواهد کرد. این برای من تشویق بزرگی است که بدانم این سطوح مختلف دسترسی رسیدن به او را غیر ممکن نمی‌سازد. تشویق چهارم. به کلمه هر که در آیه 8 توجه کنید. او با تصریح این نکته که هر که بخواهد به دست می‌آورد ما را تشویق می‌کند. این کلمه را می‌بینید. هر که بخواهد به دست می‌آورد و هر که بجوید می‌یابد و هر که بکوبد در به رویش گشوده خواهد شد. مطمئناً وقتی او میگوید هر که منظورش فرزندان خودش است. زیرا متن میگوید اگر شما که پدران شریر هستید چیزهای نیکو میبخشید آیا پدر شما پدر آسمانیتان چنین نخواهد کرد؟ او درباره فرزندان خدا صحبت میکند. تک تک آنها. نه هر کسی که به ایسی پشت کرده است. شما از انجیل یوحنا باب اول میدانید که چگونه فرزند خدا میشویم، درست است. یوحنا باب 1 آیه 12 میگوید اما به همه کسانی که او را پذیرفتند، یعنی به هر کس که به نام او ایمان آورد، این حق را داد که فرزند خدا شود. پس ما میدانیم که فرزندان خدا چه کسانی هستند. آنها که عیسی را ملاقات کرده و میگویند بله تو نجات دهنده من و خداوند من هستی. تو را میپذیرم. به زندگیام بیا و برای من همه چیز باش. اما کسانی که میگویند نه متشکرم. من زندگی خودم را اداره میکنم. از جلوی چشمم دور شو. نمیخواهم این حرفهای مذهبی را بشنوم. آنها در اینجا شامل نمیشوند. پس این تفکیک را کنار بگذارید و بگذارید این کلام بر تمام فرزندان حاضر در این جمع بنشیند. امیدوارم دیگرانی که هنوز فرزند نیستند جذب شوند، اما حتی فرزندان خدا هم احساس میکنند من نمیتوانم بیایم. با شیوهایی که سال گذشته زندگی کردم نمیتوانم بیایم. با حرفهایی که زدم نمیتوانم. من و همسرم دیشب یک مشاجره 3 ساعته وحشتناک داشتیم. من نمیتوانم دعا کنم. به هیچ وجه. من یک شکست خورده‌ام و هیچ راهی وجود ندارد که بتونم با زرهای صداقت به حضور خدا بیایم. این متن وقتی میگوید هر که منظورش هر فرزند است. هر فرزند. حتی فرزندی با یک دانه خردل ایمان که شیطان آماده است تا آن را له کند. بیا. هر که بخواهد، هر فرزند کوچک، هر فرزند سرکش. بیا. او فرزندان خود را رد نخواهد کرد. همه پذیرفته میشوند. تشویق شوید. میدانید مارتین لوتر با تمام گستاخی و دهان بیچاک و بستی که داشت، طبیعت انسان را بسیار خوب میشناخت. برای دوست داشتن مارتین لوتر یا باید فیض زیادی داشته باشید یا شاید گناه زیادی. مطمئن نیستم. این چیزی هست که او درباره این متن گفت. عیسی میداند که ما ترسو و کمرو هستیم. احساس میکنیم بی‌لیاقت و ناشایستر از آنیم که نیازهایمان را به خدا عرضه کنیم. ما فکر میکنیم خدا آنقدر بزرگ است و ما آنقدر کوچک که جریت دعا کردن نداریم. به همین دلیل است که مسیح میخواد ما را از چنین افکار ترسالودی برهاند، شک‌هایمان را برطرف کند و کاری کند که با اطمینان و جسارت به پیش رویم. آمین. مارتین لوتر. این دقیقاً همون کاری است که عیسی در تلاش است برای تمام فرزندان حاضر در اینجا انجام دهد. تشویق 5. ما به این موضوع اشاره کردیم و حالا بیایید آن را به صراحت بیان کنیم. وقتی ما از طریق عیسی به سوی خدا میاییم، به سوی پدر خود میاییم. ما به سوی پدر خود میاییم. آیه 11. پس اگر شما که شریر هستید میدانید چگونه به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است، به کسانی که از او بخواهند، چیزهای نیکو خواهد بخشید.
کلمه پدر برای ایسی یک کلمه سرسری و بی‌اهمیت نیست. این یکی از بزرگترین حقایق عالم هستی است. اینکه انسان‌ها با وجود گناهکار بودنشان می‌توانند خدا را پدر خود بخوانند. و پیامدهای این حقیقت شگفت‌انگیز است. او هرگز چیزی را که برای ما بد است به ما نخواهد داد. هرگز. او پدر ماست. خب، این ما را به تشویق ششم می‌رساند که در هر قرنی ضروری است. و از اونجا که من در هر قرنی زندگی نکردم، مطمئن نیستم که بگم به خصوص در این قرن، اما اینطور به نظر می‌رسد. ما به خصوص بعد از تشویق پنجم به تشویق ششم نیاز داریم، به خاطر اینکه بسیاری از شما همین الان در ذهن خود میگویید کلمه پدر برای من چنین معنایی نداره. من در زدم و او گفت گورت را گم کن. این چیزی بود که او گفت. این حرف را من نزدم. من با برخی از شما صحبت کردم. این بازتاب بخشی از آن درد است. پس ایسی بسیار بیشتر از من و شما از این موضوع آگاه است. بنابراین او چه می کند؟ و این تنها جایی نیست که به این موضوع می پردازد. من واقعا امیدوارم این نکته را درک کنید، چون بسیار مهم است. بسیار مهم است. تشویق ششم، ایسی با نشان دادن این حقیقت که پدر آسمانی ما از پدر زمینی ما بهتر است و با اطمینان بسیار بیشتری نسبت به هر پدر انسانی به ما چیزهای نیکو خواهد بخشید، ما را به دعا تشویق می کند. هیچ شری در پدر آسمانی ما نیست. اما در هر پدر زمینی شرارت وجود دارد. این نکته بسیار مهمی است. پدران باید این را بشنوند. همسران باید این را بشنوند. فرزندان بالغ باید این را بشنوند. آیه 11. بیایید آن را با دقت بخوانیم و عمیقاً در آن تأمل کنیم. پس اگر شما که شریر هستید. خب، این کلامی کاملا ناخوشایند و صریح است، همانطور که ایسی اغلب این گونه سخن میگوید. منظورم این است که خودتان را تصور کنید. من یوحنا هستم، رسول محبت. اینطور با من صحبت نکن. احساس میکنم تحقیر شده‌ام. چرا او این کار را میکند؟ پس اگر شما که شریر هستید، یوحنا، پترس، یعقوب، متی، برتولما، میدانید چگونه به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان است، به کسانی که از او بخواهند، چیزهای نیکو خواهد بخشید. کتاب مقدس نه تنها اغلب به شباهت میان پدری انسانی و پدری الهی توجه میکند، بلکه همچنین اغلب به تفاوت‌های عظیم میان این دو نیز اشاره دارد. آیا جای دیگری به ذهنتان میرسد؟ عبرانیان باب 12 میگوید پدران شما آنگونه که خود صلاح میدیدند شما را تأدیب میکردند. اما خدا همیشه برای خیریت شما را تأدیب میکند. این یک نمونه است. نمونه‌های بسیار دیگری نیز وجود دارد. کتاب مقدس از این درد، از این واقعیت در جهان که همه پدران انسانی شریر هستند، بیخبر نیست. همه ما. بنابراین ایسی از این تشویق که صرفاً بگید شما یک پدر دارید، یک پدر در آسمان دارید فراتر می رود. او فراتر رفته و میگه شما یک پدر کامل دارید که هیچ شری در او نیست و او خدای بدون شرارت را با همه پدران و شرارتشان مقایسه میکنه. بنابراین حتی اگر شما بهترین پدر دنیا را داشتید، باز هم چیز بهتری در انتظارتان است. خدا 10,000 بار بهتر از پدر خوب شماست. در واقع وسوسه میشم که به سمت اون دیوار برم، بینیام رو در فاصله 1 میلیمتری اون قرار دهم و بگم این است تفاوت میان یک پدر خوب و یک پدر بد. اما تفاوت میان خدا و بهترین پدرها بی‌نهایت است. شما فکر میکنید شکاف بزرگی بین پدر بد و پدری که آرزویش را داشتید وجود دارد و این شکاف واقعاً بزرگ است. خب، این تفاوت در مقایسه با اینکه خدا چقدر از بهترین پدرها بهتر است، بسیار کوچک به نظر میرسد. هرگز درک خود از پدری خدا را به تجربه پدر خودتون محدود نکنید. فرقی نمی کند پدرتون چقدر خوب یا بد بوده باشد. بلکه دلگرم باشید که خدا هیچ یک از گناهان پدرتون را ندارد، هیچ کدام. و هیچ یک از محدودیت‌های پدرتون را ندارد و هیچ یک از ضعف‌های پدرتون را ندارد و هیچ یک از مشکلات و عقده‌های پدرتون را ندارد. هیچ کدام از آنها را. و نکته‌ای که ایسی بیان می‌کند این است که حتی پدران سقوط کرده نیز هدایای نیکو می‌دهند. معمولاً تقریباً در همه جای دنیا با وجود گناه و شرارت، پدران عموماً نسبت به خیریت فرزندانشان غیرت دارند. اگر کسی بخواهد با فرزندم در بیفتد، طرف حسابش من هستم.
این حس تقریباً در درون هر پدری وجود دارد، چه گناهکار باشد چه نباشد. وقتی فرزندش در درد سر میافتد، او طرف فرزندش را میگیرد. این همون نکته است که ایسی به آن اشاره میکند. او میگوید حال اگر پدر شما با وجود گناهکار بودنش، اگر شما که همه شریر هستید، میدانید چطور کار نیکی برای فرزندتان انجام دهید، فقط فکر کنید چقدر بیشتر پدر آسمانی و کامل شما مشتاق است که برای فرزندانش کارهای نیکو انجام دهد. پس بگذارید این کلام در وجودتان بنشیند. ایسی برای کسانی که پدران ناکاملی دارند، زحمت میکشد تا به شما کمک کند در دعا امیدوار باشید. این کاری است که او در اینجا در تلاش است انجام دهد. او در تلاش است تا فرزندان بالغ، فرزندان 40 ساله‌ای که جز خاطرات وحشتناک چیزی در چهرهشان نیست، پر از امید شوند که آن که در آسمان است، 10,000 بار بهتر است. این کاری است که او می‌خواهد انجام دهد. آیا صدای او را میشنوید؟ آیا صدای او را میشنوید؟ و آیا او را باور می‌کنید؟ او واقعاً از شما می‌خواهد که دعا کنید و می‌خواهد که سرشار از این امید دعا کنید که پدر آسمانیتان صدای شما را خواهد شنید. خب، من هنوز به سراغ تشویق هفتم نمیرم، هرچند شاید باید این نکته را تشویق هفتم مینامیدم، چون بعد از اینکه نکاتم را شماره گذاری کردم به اون پی بردم. این یک نتیجه گیری است که در دل تشویق ششم نهفته است، یک تشویق ضمنی. وقتی او به شاگردانش میگوید اگر شما که شریر هستید، او به سادگی فرض میکند که آنها شریر هستند. این یعنی ایسی دیدگاهی بسیار واقع بینانه نسبت به طبیعت انسان دارد و اون این است که طبیعت انسان سقوط کرده است. این یک تعلیم واضح از دیدگاه ایسی درباره گناه نخستین است. منظور او این نبود که شما شاگردان شریر هستید و بقیه مردم در یهودیه نیکو هستند. منظور او این بود که شما مانند همه در گناهان و خطایای خود مرده بودید تا زمانی که من شما را زنده کردم و اکنون نیز بقایای گناه در شماست و همگی شریر هستید. فقط به این فکر کنید. این بدان معناست که اگر به تشویق شماره 4 یعنی کلمه هر که برگردیم، اکنون یک بیانیه صریح داریم که اون هر که شامل فرزندان شریر نیز می شود. چون همه فرزندان از این نوع هستند. شگفت‌انگیز نیست؟ پس حالا می توانید به نکته شماره 4 برگردید و در حاشیه یادداشتتان بنویسید. خب، او گفت که این واقعاً شامل فرزندان سرکش و شریر هم می شود. اما من چندان مطمئن نبودم. اما حالا، وقتی می بینید که او به شاگردان خودش که به آنها میگه بیایید و دعا کنید، نگاه می کند و میگه شما همه شریر هستید، چه خواهید کرد؟ او میگوید تک تک فرزندان من بیایید. فرزندان شریر بیایید. فرزندان گناهکار بیایید. من تنها پناهگاهی هستم که می توانید به آن بیایید. شاید این دلگرم کننده ترین چیزی باشد که تا به حال دیدم. همین بیانیه واقع بینانه ایسی که می گوید شما همه شریر هستید، من از این حرف غافلگیر نمی شوم. از من دور نشوید و خود را با برگ انجیر یا چیز دیگری نپوشانید. من می دانم که شما برهنه و درمانده هستید، پس فقط بیایید داخل. من همون کسی هستم که باید نزدش بیایید. من مشکلی با این ندارم. واقعاً مشکلی ندارم. نزد من بیایید. امیدوارم دعوت او را بشنوید. تشویق هفتم. این یکی هم به طور ضمنی در متن وجود دارد و فکر می‌کنم شما هم موافق خواهید بود که با وجود صریح نبودن واقعاً در اینجا هست. خدا به عنوان فرزندانش به ما چیزهای نیکو خواهد بخشید، زیرا او پیش از این خود عطیه فرزند شدن را به ما بخشیده است. البته ایسی اینگونه استدلال نمی کند. این فقط به طور ضمنی در اینجا وجود دارد، اینطور نیست. من این نکته را از آگوستین قدیس گرفتم. به آنچه او میگد گوش دهید، زیرا خدایی که این عطیه عظیم، یعنی فرزند شدن را پیشاپیش به آنها بخشیده است، حال که به عنوان پسرانش از او درخواست میکنند، چه چیزی را از آنها دریغ خواهد کرد. منظورم این است که به آن فکر کنید. خدا به دنیای سرکشان می رود. دنیایی که می گوید از اینجا برو خدا. ما خودمان دنیایمان را اداره می کنیم. من خدا نمی خواهم. من ایسی را نمی خواهم. و او بر ما غلبه می کند و آزادانه ما را به فرزندی می پذیرد. این کودک سرراهی را بر می دارد و به خانه خود می آورد. ما را پاک می سازد. حال پس از انجام چنین کاری، آیا به او نگاه خواهیم کرد و بگوییم خب، اگر از او درخواست کنم، نیازم را به من نخواهد داد. این اصلاً منطقی نیست. اگر او به ما امتیاز فرزندخواندگی را داده است، همانطور که یوحنا باب 1 آیه 12 میگوید،
به کسانی که مسیح را پذیرفتند و به نام او ایمان آوردند این قدرت را داد که فرزندان خدا شوند. پس از انجام چنین کاری چرا باید درخواست آنها را رد کند؟ چرا باید بگوید از اتاق کار من بیرون برو؟ من مشغولم. من انتخاب نکردم که در این خانواده باشم. تو مرا انتخاب کردی. این شگفت‌انگیز است. هیچ کدام از فرزندان من انتخاب نکردند که در خانواده من باشند. بنابراین وای بر من اگر نتوانم به بهترین شکل ممکن الگویی از خدا برای آنها باشم. تشویق 8. من معتقدم که این حقیقت به طور ضمنی در این کلمات نهفته است که صلیب مسیح، مرگ مسیح، خون مسیح، شالوده و اساس تمام پاسخها به دعاهای ماست. شاید بپرسید صلیب را در کجای این آیات می‌بینید؟ من آن را در تنش میان فرزندان شریر و خدای قدوسی می‌بینم که آماده است به جای فرستادن آنها به جهنم هر کار نیکی براشون انجام دهد. ما با این شرارتی که او به آن اشاره کرده سزاوار غضب او هستیم. یوحنا باب 3 آیه 36. اما او غضب خود را بر ما نمی‌ریزد. او به ما چیزهای نیکو می‌بخشد. ما از او درخواست می‌کنیم. اینجا یک تناقض وجود دارد. و عیسی برای این تناقض پاسخی دارد و اون در انجیل متی باب 20 آیه 28 است. پسر انسان نیامد تا به او خدمت کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جان خود را به عنوان فدیه برای بسیاری بدهد. فدیه. چه کسی به فدیه نیاز دارد؟ هر فرزند شریری به فدیه نیاز دارد. اینطور نیست. اگر فدیه‌هایی برای من نباشد، غضب خدا بر من نازل خواهد شد. فدیه بدهی مرا پرداخت می‌کند. غضب برداشته می‌شود. و حالا پدر سرشار از رحمت است. او دیگر یک داور با غضب نیست. او اکنون پدری با هدایت است. صلیب عیسی در اینجا همه چیز است و این را خود عیسی میگوید. او این را در هر آیه‌ای نمیگوید. شما باید اناجیل را به عنوان یک کل بخوانید. باید آنها را از آخر به اول بخوانید. او مرد تا موعظه سر کوه را ممکن سازد. شما نمیتونید فقط یک آیه از اینجا و اونجا بردارید و او را به یک معلم اخلاق بدون کفاره جانشینی تبدیل کنید. خود عیسی گفت پسر انسان یعنی من نیامد تا به او خدمت کنند، بلکه آمد تا خدمت کند و جان خود را برای همه فرزندان شریرش بدهد تا با وجود شرارتمان بتونیم مستقیما وارد اتاق او شویم، تق 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 در بزنیم و انتظار داشته باشیم که به جای شنیدن از اینجا برو بیرون، من داور عالم هستی هستم، من قدوسم، تو ناپاکی، از اینجا برو، لبخندی بر چهره او بیابیم. هرگز، هرگز، هرگز خدا به خاطر مسیح با فرزندانش این گونه سخن نخواهد گفت. او این را در جای دیگری نیز گفت. به این گوش دهید. این از انجیل متی باب 26 آیه 28 است. این است خون من برای عهد جدید که به خاطر بسیاری برای آمرزش گناهان ریخته می شود. این سخن عیسی است. او در شام آخر به شاگردانش نگاه می کند و می گوید من قصد دارم. این پترس است، پترس شریر، یعقوب شریر، یوحنای شریر، متی شریر، برتولمای شریر، توماس شریر. شریر، شریر، شریر. او میگه من خون عهد خود را برای آمرزش گناهان شما خواهم ریخت تا آنچه در موعظه سر کوه درباره آمدن شما نزد پدر گفتم محقق شود. این اتفاق خواهد افتاد. من بهای آن را میپردازم. این گونه عمل میکند. من بسیار شکرگزارم که ما فقط موعظه سر کوه را نداریم. اگر صلیب را نداشتیم، آن موعظه ما را نابود میکرد. اما اکنون این دو در کنار هم بسیار شکوهمند هستند. بسیار شکوهمند. خب، این 8 تشویق بود برای اینکه شما دعا کنید. عیسی به دنبال این است که شما دعا کنید. او از شما میخواهد که دعا کنید. این یک بار سنگین نیست. این یک امتیاز است که تنها فرزندان کور و شریر از آن فرار میکنند و ما دیگر نباید فرار کنیم. حالا اجازه دهید با پاسخ به اون آخرین سوالی که گفتم به اون خواهم پرداخت، این بحث را به پایان برسانم. پس این وعده‌ها چه معنایی دارند بخواهید که به شما داده خواهد شد؟ بجویید که خواهید یافت. بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد. زیرا هر که بخواهد به دست میآورد و هر که بجوید مییابد و هر که بکوبد در به رویش گشوده خواهد شد. این وعده‌ها چه معنایی دارند؟ آیا معنایش این است که هر چه بخواهید، هر زمان که بخواهید و به هر شکلی که بخواهید به دست میآورید؟ خب، گمان میکنم تجربه به شما میگوید که معنایش این نیست، چون چنین اتفاقی نمیافتد.
اما این راه خوبی برای تصمیم گیری درباره معنای متون مقدس نیست. من فکر نمی کنم معنایش این باشد. تجربه من هم این را نمیگوید. از نظر متنی هم معنایش این نیست. از نظر اخلاقی هم نباید چنین معنایی داشته باشد و اگر هم میتونست چنین معنایی داشته باشد، شما خودتون اون را نمیخواستید. کنجکاوم بدانم آیا شما این را باور دارید. اجازه دهید اینها را یک به یک بررسی کنم. نباید چنین معنایی داشته باشد. نباید چنین معنایی داشته باشد، زیرا اگر شما میتونستید تنها با یک کلمه خدا را وادار به انجام کاری کنید، آنگاه شما خدا بودید. اینطور نیست. هرچه به او بگویم انجام دهد، انجام میدهد. در آن صورت شما خدا بودید. اگر بتوانید به خدا دستور بدهید، شما خدا هستید. این دلیل اول است. نباید چنین معنایی داشته باشد. نباید. زیرا خدا، خداست و باید هم خدا باشد. بنابراین درست است که خدا، خدا باشد و درست است که شما خدا نباشید. و به همین خاطر، وای بر شما اگر هر دعایتان مستجاب میشد. ثانیاً، شما خودتون هم نمیخواستید که چنین معنایی داشته باشد. فکر میکنم میتوانم مقاله‌ای بنویسم درباره مردی که رهبران دنیا میفهمند هر دعایش مستجاب میشود. تصور کنید، شما را فوراً به پایتخت کشور میبرند. بسیار خوب. حالا درباره فلان بحران در خاورمیانه دعا کن. این دعا را بکن و به محض اینکه اون دعا را بکنید، یک نفر شما را با گلوله خواهد کشت. یا شخص دیگری میگوید، نه، آن را نگو. این دعا را برای فلان منطقه در آفریقا بکن. نه، آن هم خوب نیست. این دعا را برای بحران دیگر در آسیا بکن. و شما در نهایت خواهید گفت، ببخشید، من برای این کار ساخته نشدم. فقط خدا میتواند جهان را اداره کند. من نمیتوانم جهان را اداره کنم. خب پس بهتر است دیگر اینقدر مشتاق نباشید که هر دعایتان مستجاب شود. پس قول میدهم شما این را نمیخواهید. در یک دقیقه زیر این فشار له میشدید، یا به محض اینکه کسی میفهمید هر چه میخواهید حقیقت پیدا میکند، ترور میشدید. شما چنین چیزی را نمیخواهید. حالا همه اینها نامربوط است، چون در متن کتاب مقدس نیامده. من فقط دارم از دیدگاه کلی کتاب مقدس به شما میگم که شما نمیخواهید. شما واقعا نمیخواهید که در اون جایگاه باشید. اما معنای متن چیست؟ سوال این است. معنای متن چیست؟ بنابراین دلیل این که میگم نه تنها نباید به این معنا باشد که هرچه بخواهید به دست میآورید و شما هم نمیخواهید چنین معنایی داشته باشد، این است که در واقع معنایش این نیست. این سومین و آخرین مشاهده من است و دلیل این که این رو میگویم این است که به نظرم ایسی با دقت فراوان میگه، حال اگر شما به عنوان یک پدر پسری داشته باشید که از او نان بخواد، آیا به او سنگ میدهید؟ البته که به او سنگ نمیدهید. اگر ماهی یا تخم مرغ بخواهد، آیا به او مار میدهید؟ نه، به او مار نمیدهید. آیا این ما را به پرسیدن این سوال وادار نمی کند؟ چه می شود اگر آن بچه یک مار بخواهد؟ فکر می کنم در این متن به طور غیرقابل انکاری واضح است که خدا آن را به او نخواهد داد. پدرها به بچه‌های 3 ساله خود مارهای سمی نمی دهند. آنها این کار را نمی کنند. مهم نیست که بچه در مغازه حیوانات خانگی برای چه چیزی گریه و زاری می کند. میتونم بغلش کنم. میتونم اون مار زنگی رو بغل کنم. چه صدای قشنگی در میاره. از دندونهاش خوشم میاد و شما فقط میگویید تو نمیفهمی. تو نمیفهمی. نه، جواب من نه است، چون دوستت دارم. و نمونه‌های این موضوع را میتوان بسیار زیاد کرد. خدا چیزهای بد و آسیب رسان نمیدهد. و منظورم چیزهایی است که در نهایت آسیب رسان هستند. این ایمان ما را تا سر حد امکان به چالش میکشد. اینطور نیست. زیرا اگر فکر میکردید چیزی که بعد از دعایتان دریافت میکنید بهتر است، برای اون چیز دیگر دعا نمیکردید. برای همین دعا میکردید. من برای شفا دعا کردم. من برای یک شغل دعا کردم. من برای اصلاح ازدواجم دعا کردم. اگر این وضع را میخواستم، برای همین دعا میکردم. این چیزی نیست که من میخواستم. این ایمان ما را تا سر حد امکان به چالش میکشد. اما الهیات من که از تمام بخش‌های کتاب مقدس نشاط می‌گیرد این است: خدا به فرزندانش فقط و فقط آنچه را که برایشان نیکوست می‌بخشد. همین و بس. هرچند که دردناک بوده است.
و من عمیقاً برای ثباتی که این حقیقت به زندگی ما می‌آورد شکرگزارم و اینکه بسیاری از شما با پذیرفتن این نیکویی و فیض مقتدرانه خدا توانسته‌اید از میان وحشتناکترین شرایط عبور کنید. بنابراین در خاتمه به عنوان یک جمع‌بندی کلی من فکر می‌کنم معنای این قطعه این است: نزد پدر من بیایید و دعا کنید و به من اعتماد کنید که من شالوده همه چیز در اینجا هستم. و هرگز تصور نکنید که دقیقاً همون چیزی که خواسته اید در همون زمانی که خواسته اید و به همون شکلی که خواسته اید اتفاق خواهد افتاد. اما همیشه بدونید اگر آنطور که شما می‌خواهید اتفاق نیفتد، دعای شما بیهوده نبوده است. در غیر این صورت این متن بیفایده است. مزخرف است. این متن هیچ معنایی ندارد اگر درخواست کردن زمانی که آنچه را خواسته‌اید به دست نمی‌آورید بی‌معنی باشد. آنچه متن میگوید این است: اگر از پدرتان بخواهید او چیزهای نیکو خواهد بخشید. و یعقوب میگوید ما اون چیزهای نیکو را نداریم چون درخواست نمی‌کنیم. ما به عنوان ایمانداران اغلب چه چیزهایی را از دست می‌دهیم چون دعا نمی‌کنیم. چیزهای نیکویی را که خدا اگر می‌خواستیم به ما میداد از دست می‌دهیم. پس من شما را دعوت می‌کنم که در این سال جدید بیایید و درخواست کنید. بیایید دعا کنیم. پدر، من دعا می‌کنم که در تمام اجتماعات کلیساییمان در این آخر هفته یک تمایل تازه، یک تمایل قوی و قانع کننده برای همه ما به وجود آید. که در خانه‌ها و آپارتمان‌های شخصیمان دعا کنیم. در اتومبیل‌هایمان دعا کنیم. در محل کارمان دعا کنیم. با همسر و فرزندانمان دعا کنیم. با همخانه‌هایمان دعا کنیم. که در جلسات دعای کلیسا که هر هفته برگزار می‌شود، صبح و عصر و یک شنبه‌ها دعا کنیم. و در گروه‌های کوچکمان دعا کنیم. خداوندا، روح دعا و تضرع را بر ما فرو بریز. در نام عیسی می‌طلبم. آمین.